سابقایش کمتر شطور داشتیم، نمیتونستیم اداره کده. دوز بود، مثال مردم میکشت میبرد. فعلا همین حکومت امارت اسلامی که آمده ما میتونیم دست آزاد این هر جای شب و روز شطور خدا میگردانیم، میبریم، نسلگیری خدا میکنیم. خیلی مردم کارگر داریم در این شطورها و خود ما هم استفاده میکنیم. کارگرای ما هم از این مثال 20 فامیل نان میخوره. ما این مسئله که پیش میبریم.